30 آوریل 1945 برلین. توی این مکان و زمان آدولف هیتلر و همسرش اوا بران توی پناهگاهشون با هم خودکشی کردن. اما یک سوالی که به ذهن هر کسی ممکن راه پیدا کنه اینه که چرا مثل بقیه اعضای حزب فرار نکرد؟ نمیتونست یا نخواست؟ همونطور که میدونیم نیروهای متفقین برلین رو تحت محاصره قرار دادن و فرار از این محاصره برای شخصی مثل هیتلر تقریبا غیر ممکن بود. اما اگه در نظر بگیریم که شرایط فرار مهیا بود، نکات دیگه‌ای وجود داره که هیتلر رو از گزینه فرار دور میکرد. زندگی مخفیانه مثل بقیه اعضای حزب نازی در آرژانتین و بقیه کشورهای آمریکای جنوبی با اهداف و ایدئولوژی هیتلر سازگار نبود. هیتلر به شدت نگران بود که اگر زنده به دست دشمن به ویژه روس‌ها بیفته مورد تحقیر و نمایش عمومی قرار بگیره. اون نمیخواست سرنوشتی مشابه به بنیتو موسولینی داشته باشه. هیتلر باور به نبرد تا آخرین تن داشت، به خصوص در اواخر جنگ دیدگاه رادیکالی و افراطی داشت که آلمان تا آخرین نفس باید بجنگه. نمادگرای حضور در برلین یکی از دلایل دیگری بود که هیتلر موند و فرار نکرد تا حداقل به سربازا و مردمش روحیه مقاومت بده، اگرچه ما الان میدونیم این تلاش بی‌ثمر بود. همچنین هیتلر وضع جسمی و روانی خوبی نداشت و این هم میتونه توی خودکشی اون مؤثر بوده باشه. در نهایت ممنونم که اولین ویدیوی کوتاه پیج منو دیدید. اگه به این سبک ویدیوها علاقه دارید میتونید منو دنبال کنید.